عقاید محمد زکریای رازی درباره اسلام و قرآن. اگر از مردم مذهب اسلام سندی برای درستی مذهبشان خواسته شود، آنها برانگیخته می شوند و خون هر آن کس که مخالفشان باشد و چنین بپرسد را می ریزند. آنها تفکر منطقی را ممنوع کردند و در کشتن مخالفانشان کوشش دارند. از این جهت حقیقت تماما خاموش شده و پنهان می شود. محمد زکریای رازی قرآن را دروغ می پندارد و پیامبران را شیادان می نامد. دانشنامه بریتانیکا محمد زکریای رازی را در پزشکی بغرات و در فلسفه سقراط جهان اسلام می خوانند. با این حال فلسفه رازی تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از دلایل این بی‌توجهی عقاید رازی درباره قرآن، اسلام و نبوت پیامبران است. رازی مقوله پیامبری و نبوت را از اساس دروغ می‌خواند و در کتاب مخارق الانبیا درباره شیادی پیامبران توضیح می‌دهد و در حیل المتنبئین به روش‌های دروغگویی انبیا می‌پردازد و در فی نقد الادیان مذاهب را تقبیح می‌کند. علاوه بر این، رازی در مجادلات خود مقوله نبوت را از اساس رد می‌کند. رازی معتقد است نبوت با ایده دانایی خدا در تضاد است. به گفته او تمام کسانی که از ابتدا ادعای پیغمبری کردند منحرف و فریبکار بودند و در بهترین حالات مشکلات روانی داشتند. هرچند این کتاب‌ها امروز در دسترس نیستند، اما در آثار دیگران نقد و بررسی شدند. ابو حاتم نویسنده از رازی چنین نقل می‌کند: رازی گفت به چه دلیل خدا باید معدودی را به عنوان پیامبران انتخاب کند تا آنها را برتر از دیگرانی قرار دهد که قرار است آنها را هدایت کند و مردمان را به ایشان وابسته کند؟ و بر چه اساس تو میپنداری که ممکن است خردمندی خردمند چنین روشی را برای حکمرانی بشریت برگزیند؟ یعنی گروهی از مردم را بر علیه گروه دیگر برانگیزد، دشمنی را در میانشان رواج دهد، نبرد را در میان آنها افزایش دهد و از این رو مردمان را به نیستی برساند. تو ادعا می‌کنی معجزه‌ای که نبوت محمد را اثبات می‌کند حاضر و در دسترس است، یعنی قرآن. تو می‌گویی هر کس این کارش می‌کند یکی مشابهش را بیاورد. در واقع ما می‌توانیم هزاران مشابهش را بیاوریم، از آثار لفاظان، فصیح‌گویان و شاعران که بسیار بهتر از قرآن جمله بندی شدند و مفاهیم را فشرده تر می‌رسانند. آنها معانی را بهتر می‌رسانند و وزن شعری بهتری دارند. به خدا که آنچه تو می‌گویی ما را شگفت زده می‌کند. تو درباره کتابی سخن می‌گویی که مشتی افسانه باستانی را بازگویی می‌کند و در عین حال سراسر تناقض است و هیچ اطلاعات یا توضیح مفید و به درد بخوری ندارد و آنگاه تو می‌گویی چیزی شبیه آن بیاور. ابو ریحان بیرونی میگوید رازی نخستین کسی است که مذهب را تقبیح کرد و دومین کسی است که ضرورت وجود پیامبران را انکار کرد. با آنکه در کتاب‌های مهم او مانند الحاوی عبارات فراوانی وجود دارد که مسلمان بودن او را تأیید می‌کند، اما گفته شده که زکریای رازی اظهار نظرهای خلاف مبانی اسلامی نیز داشت. برای نمونه در کتاب فی نقض الادیان که به او نسبت داده شد آمده است چون همه افراد بشر مساویند، پیامبران مدعی مزیتی بر آنها نتوانند بود. معجزات پیامبران فریب یا افسانه های دینی است. تعالیم مذاهب خلاف حقیقت است. مذاهب یکی از علل جنگ هایی است که بشر را به نیستی می کشد. علاوه بر این مذاهب دشمن تفکر فلسفی و تحقیق هستند. در کتاب مخارق الانبیا که به زکریای رازی نسبت داده شده
در آن به طور کلی با تمام ادیان اظهار مخالفت شده است. اما چیزی که باعث شد مسلمانان به شدت رازی را تکفیر کنند، دیدگاه‌های رازی در مورد ادیان بود. رازی هیچ آمیختگی و همگونی در میان فلسفه و دین نمیدید. تنفر و ضدیت خود را از ادیان مبتنی بر وحی را نیز آشکار کرد. کتاب کفرآمیز رازی درباره رسالت از دست مخالفان وی نجات نیافت، اما این روشن است که محور اصلی کتاب ارجحیت استدلال بر وحی و معرفی فلسفه به عنوان تنها راه حقیقت و سعادت بوده است. از آثار کفرآمیز رازی تنها قسمت‌هایی که یک نویسنده اسماعیلی بر آن نوشته است باقی مانده است. اینک دو نظریه بنیادی و جسورانه از این اثر را باز خواهم گفت. همه انسان‌ها برابر هستند و به طور برابری دارای استعداد استدلال شدند و نباید استعداد استدلال خیش را در برابر ایمان کور دست و کم بگیرند و از دست بدهند. این استدلال است که انسان را قادر می‌سازد تا حقایق علمی را مستقیما دریافت دارد. رازی پیامبران را به طور اهانت‌آمیزی بزهای ریش بلند می‌خواند و می‌گوید این بزهای ریش بلند هرگز نمی‌توانند ادعا کنند که دارای برتری فکری و روحانی خاصی نسبت به بقیه هستند. در ادامه می‌گوید این بزهای ریش بلند در حالی که مردم را با غرق کردن خود در دروغ‌هایی که از خود تراوش می‌کنند به اطاعت کورکورانه از گفتار ارباب فرا می‌خوانند، ادعا می‌کنند که با پیامی از طرف خدا آمدند. معجزات پیامبران نیرنگ‌هایی هستند که بر حیله‌گری استوارند و یا داستان‌ها و روایاتی که از آنها به یاد مانده مشتی دروغ است. باطل بودن تمام چیزهایی که پیامبران میگویند از این حقیقت آشکار می‌شود که گفتارهایشان با یکدیگر در تضاد است. پیامبری آنچه پیامبر دیگر منع کرده را در حالی که خود را مخزن حقایق می‌داند مجاز می‌گرداند. کتاب انجیل تورات را نقض می‌کند و قرآن انجیل را. در مورد قرآن که یک مجموعه طبقه بندی شده از افسانه‌های پوچ و متناقض است که به طور مضحکی آن را بیمانند می‌خوانند و این در حالی است که در واقع ادبیات، زبان، سبک و این لاف معروف فصاحتش از بی‌عیب و نقص بودن بسیار دور است. آداب و رسوم، سنت و تنبلی فکری باعث می شود که انسانها رهبران مذهبیشان را کورکورانه دنبال کنند. ادیان اصلی ترین دلیل جنگ‌های خونینی بودند که نوع انسانها را بلازده کرده است. ادیان همچنین دشمن ثابت قدم تفکر فلسفی و تحقیقات علمی بودند. نوشتارها و کتابهای به اصطلاح مقدس بی ارزش هستند و ضرر آنها برای انسانها تا کنون بیشتر از فایده آنها بوده است، در حالی که نوشتارهای قدمایی همچون افلاطون، ارسطو، اقلیدوس و بقراط تا به حال خدمات بسیار بیشتری را به انسانیت به ثمر رسانیده است. دین حقایق را خفه می کند و کینه را پرورش می دهد. اگر قرار باشد کتابی درون خودش حقانیت و نتیجه از وحی بودنش را آشکار سازد، رساله های هندسی، ستاره شناسی، پزشکی و منطق می توانند این ادعا را خیلی بهتر از قرآن مشخص کنند. این ادعای رازی در مقابل مسلمانان تندرویی مطرح شده است که می گفتند زیبایی و فصاحت قرآن که رازی آن را رد کرده است، رسالت محمد و حقانیتش را به ثبوت می رساند. محمد زکریای رازی پرقدرت‌ترین انتقادات را در دوران میانسالی تاریخ مدرن چه در اروپا و چه در جهان اسلام بر علیه دین انجام داده است. سرانجام رازی را اسلامگرایان به جرم کفر ورزیدن و نفی کردن وحی آنقدر با کتاب خودش بر سرش کوبیدند تا کور شد و علیرغم آنکه پزشکی می‌خواست او را تیمار کند هرگز اجازه نداد وی را مداوا بکنند و می‌گفت
نمی‌خواهد دنیای این چنین را بار دیگر ببیند. ما معتقدیم محمد زکریای رازی از ارزش‌هایی حمایت می‌کند که ما نیز آنها را بسیار گرامی می‌داریم، از جمله خردگرایی، شک‌گرایی در مذهب، اعتقاد به علم، به کارگیری استدلال در حل مسائل انسانی، تجربه گرایی، تعصب نورزیدن و عدم اعتماد کور به سنت‌ها. روحش آرام و یادش گرامی.